یه لحظه صبر کن. توی 24 ساعت گذشته چقدر از زمان تو فقط توی اینستاگرام گشتی؟ توی عصری زندگی میکنیم که حواس هممون پرته. فکر میکنیم فقط داریم خودمون رو سرگرم میکنیم، اما در واقع داریم از زندگی واقعیمون فرار میکنیم. این ویدیو رو تا آخر نگاه کن، چون میخوام 5 تا از آسیبایی که اینستاگرام خیلی آروم و آهسته به مغز تو زندگیت وارد میکنه و خودت هم متوجهش نمیشی بهت بگم که پنجمی از همش مهمتره. ببین، حرف من اصلا این نیست که اینستاگرام یا فضای مجازی بده. اتفاقا میتونه مفید باشه، اتفاقا میتونه بهت کمکم بکنه، اما که بی هدف و بیش از حد وقت تو بذاری برای همچین چیزی، جز این که از زندگی عقبت بندازی یا یه سری آسیبا به زندگیت وارد کنه، هیچ سودی نداره. اولین آسیب، نابودی زمان. بذار یه سوال ازت بپرسم. 10 تا پست آخری که تو اینستاگرام دیدی و یادت هست؟ اگه یادت نیست یعنی زمان تو حروم کردی. چرا؟ چون تو فکر کن نیم ساعت، 40 دقیقه، 1 ساعت، 2 ساعت تو اینستاگرام بودی. وقتی نمیتونی در حد 10 دقیقه یه رو به آخرش رو یادت بیاری، هیچ چیش یادت نیست و هیچ چی بهت اضافه نکرده، فقط یه تاثیرات بدی رو ناخودآگاهت گذاشته. تو این تایم میتونستی ورزش کنی، کتاب بخونی، با خانوادت وقت بگذرونی، با دوستات وقت بگذرونی و یه کار مفیدی بکنی، اما واقعا هیچ کاری نکردی. آسیب دوم، فرار از واقعیت. ببینین این قضیه برای خودم هم حتی پیش اومده. خب شما مثلا یه اتفاقی برات میفته، یه اتفاق خوب یا بد، یه استرس یا استرابی توی خودت حس میکنی، خب ناخودآگاه گوشیتو باز میکنی میری تو اینستاگرام. حالا برات پیش اومده و هر وقت این استرس رو داری این کارو میکنی، بعد که میری تو اینستاگرام یادت میره نگران چی بودی. ببین، مشکل حل نشده، تو یادت میره. یعنی چی؟ یعنی داری صورت مسئله رو پاک میکنی. تو اگه استراب داری تو زندگیت، نگران یا هر چی، باید باش روبرو بشی و سعی کنی کنترلش کنی. و اینکه بری تو اینستاگرام صرفا داری فرار میکنی از این موقعیت، هیچ کمکی بهت نمیکنه. خیلی از ما اینجوری، ما همین استراب باعث میشه بریم تو اینستاگرام و خود اینستاگرام گاهی وقتا باعث استرابمون میشه و این چرخه هی ادامه داره. عجیبه نه؟ من خودم خیلی درگیر استراب بودم و جایی متوجه این قضیه شدم که دیدم اون ساعتایی که من میرم تو اینستاگرام میچرخم دقیقاً مصادفه با وقتایی که من نگران یه موضوعیم. مثلا فردا امتحان دارم، مثلا فردا یه قراری دارم، مثلا 1 ساعت دیگه باید برم یه جایی، باید یه کار سختی انجام بدم و قبلش حتما باید برم تو اینستاگرام. و وقتی که یکم بهش فکر کردم دیدم واقعا همینجوریه. من دارم فرار میکنم، دارم میرم به یک پناهگاهی به اسم اینستاگرام پناه میبرم که اون استرس و استراب منو کاهش بده. آسیب سوم، ویرانگر اعتماد به نفس. اینستاگرام یک فضای کاملا ظاهری، همه ما هم اینو میدونیم. هر کی که میاد اونجا از خوشگلی و خوشتیپی و موفقیت و پولداریش میذاره، کسی از بدبختیاش نمیذاره. صرفا یه چیز ظاهری رو دارن به شما نشون میدن. حتی کلی از این اینفلوئنسرایی هم که هستن اینو دارن خودشون ادعا میکنن که ما فقط ظاهر قضیه رو داریم میذاریم، فقط زیباییمون رو داریم به نمایش میذاریم و اون چیزی که تو باطنه رو به شما هیچ وقت نشون نمیدیم. اما حتی اگر تو بدونی، منم بدونم و همه ما بدونیم، بازم این موضوع رومون تاثیر میذاره، چون ناخودآگاهه. شما وقتی میری میبینی همه موفقن، همه دارن تفریح میکنن، همه دارن اشغال میکنن تو پارتی این ور اون و تو زندگی سختی داری، اعتماد به نفست میاد پایین، خسته میشی، ناامید میشی و این چقدر میتونه تاثیر بدی تو زندگیت بذاره. در واقع همون کلیشه همیشگیه که باطن زندگی خودتون نباید با ظاهر زندگی دیگران مقایسه کنی و یه چیزی کاملا طبیعیه، اما ما هر روز داریم این کارو میکنیم و متوجهش نیستیم. فکر میکنیم حواسمون هست ولی اصلا اینطور نیست. آسیب چهارم، اعتیاد دوپامینی. ببینید، دوپامین رو بخوام به زبون خیلی ساده بهتون بگم، یک انتقال دهنده عصبیه که وقتی یه کار لذت بخشی انجام میدیم مغز اونو ترشح میکنه. فرض کنیم که روی مغز ما یه دکمه وجود داره، اون دکمه رو که بزنیم لذت میبریم، اون دکمه میشه همون دوپامین. و وقتی که ما مثلا یه رابطه جنسی داریم، وقتی یه غذای خوشمزه میخوریم، وقتی با دوستمون تفریح میکنیم و از این قبیل کارا، دوپامین توی بدن ما ترشح میشه. اما دوپامین این شمشیر دولبه‌ایه، یه طرفش باعث لذت و انگیزه و خوشحالیه، یه طرفش باعث اعتیاد میشه. شما وقتی میرید تو اینستاگرام نمیتونین از اون چرخه اسکرول کردن بیای بیرون.
چون اعتیاد داری که اون دوپامین هی ترشح بشه. بذارین یه جوری بهتون بگم که بهتر متوجه بشید. دوپامین کتاب خوندن و با دوپامین تو اینستاگرام گشتن بیایم با هم مقایسه کنیم. وقتی میریم تو اینستاگرام با یک فضای پر از زرق و برق، رنگ و لاب و کلی محتوای کوتاه و متنوع روبرو میشیم، مغزمون شروع میکنه به بمبارون کردن دوپامین. کلی دوپامین مغزمون ترشح میکنه و یهویی درصد ترشح دوپامین کلی میره بالا. اما به محضی که برنامه رو میبندیم، اپو میبندیم، دوپامین میاد پایین. احساس کسل بودن، خسته بودن و ناراحتی میکنیم. مجبوریم دوباره برگردیم به اینستاگرام تا اون دوپامین دوباره ترشح بشه و این اعتیاد به وجود میاره. میافتیم توی چرخه دوپامینی. اما وقتی کتاب میخونیم خیلی فضا خشک و سیاه‌سفید و کلاسیکه. وقتی داریم کتاب میخونیم یه مفهومی رو که میخونیم، یه مطلب یا مبحثی رو که ازش عبور میکنیم، تازه اون دوپامینه یه درصد خیلی ملایمی ترشح میشه و وقتی کتاب میبندیم اون خیلی ملایمم درصدش میاد پایین و شما احساس نمیکنین که خسته‌ایم یا کسلین و اون دوپامین انقدر با کیفیته که تو یه مدتی تو بدنتون میمونه و اون احساس خوشایند رو دارین. دیدین دقیقاً شکر، فست فود و ماده‌های مضر همین شکلی هستند. یهویی شما رو بمبارون دوپامینی میکنن. اما کارهای سالم اینجوری نیستن. قدیما یادتونه مثل بچه‌ها از درخت میرفتیم بالا، بازی می‌کردیم با دوستامون، گرگم به هوا بازی می‌کردیم، قایم موشک. اون دوپامینی که ما ترشح می‌کرد بدنمون دوپامین خیلی با کیفیتی بود. در واقع این که با چه کاری مغزمون دوپامین ترشح کنه خیلی مهمه. اینکه شما با کتاب خوندن ترشح کنی یا با اینستاگرام، با غذای سالم یا با فست فود، با ورزش یا با گیم زدن، اینا خیلی با هم متفاوته. و آسیب پنجم، مرگ تمرکز. بزرگترین آسیبی که اینستاگرام به شما میتونه بزنه از دست دادن تمرکزتونه. تمام اون 4 تا عاملی که بهتون گفتم دست به دست هم میدن که تمرکز از شما بگیرن. خیلی‌ها شاید این ویدیو رو که نگاه کردن تا وسطا ول کردن رفتن چون براشون خسته کننده بود. خود شما شاید ادامه این ویدیو رو دیدن برات زجرآور باشه. دقت کردی؟ میخوای یه کتاب بخونی نمیتونی روش تمرکز کنی، مثل قدیم نمیتونی رو درس، رو ورزش تمرکز کنی، چون عادت کردی به اون محتوای پر زرق و برق، به اینکه مدام عوض بشه، ویدیوها مدام تغییر کنن، از این سکانس بره تو اون سکانس و هی دوپامین ترشح کنی. این چیزای عادی و ساده دیگه نیازت ارضا نمیکنه و برای همینه اینستاگرام به مرور شما رو عادت میده به این همه تنوع و رنگ و وقتی تو زندگی واقعی قرار میگیری نمیتونی تمرکز کنی. حالا راهکارش چیه؟ اگه تو الان افراطی بری اینستاگرام رو پاک کنی، خیلی زود میری نصبش میکنی دوباره، چون اعتیاد داری بهش. فقط باید آروم آروم کمش کنی. مثلا نوتیفیکیشن اینستاگرام تو خاموش کن. اگه رفیقات برات مدام ریلز میفرستن، کمتر برو. روزی 10 دقیقه کمش کن. یه چالش بذار برای خودت، هر روز 5 دقیقه 10 دقیقه کمتر تو اینستاگرام. اگه الان 3 ساعت میری، فردا 2 ساعت و 50 دقیقه برو. کم 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 تا برسه به روزی 10 دقیقه، یه رو 20 دقیقه. و وقتی میری تو اینستاگرام از محتوای مفیدش فقط استفاده کن. حداقل اون تایمی که داری هدر میدی یه چیزی بهت اضافه کنه، هر چقدر کم ولی بازم مفیده. امیدوارم که یادآوری کردن این آسیبا بهت کمک بکنه که یک تغییری بخوای انجام بدی، چون اگه این روند رو بخوای در پیش بگیری هر روز کمتر میتونی تمرکز کنی و این کمتر تمرکز کردن یعنی چی؟ یعنی خراب کردن آیندت، چون کارهای مهم زندگی تو، کارهایی که به رشدت کمک میکنه رو دیگه نمیتونی انجام بدی. تمام زندگی میشه از دست دادن وقتت. یه یادآوری کوچیکم بکنم و تمام. یادت نره که از زندگی لذت ببری.